Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam در حدیث مبارک همچنان می‌فرمایند که ایمان از 70 قسم عبارت است. این افضلترین قسمش کلمه لا اله الا الله گفتن باشد. این پسترینش از راه آزار می‌دادگی چیزها را دور کردن، یعنی امت العز عن الطریق. حیا هم یک قسم ایمان. در این حدیث مبارک درجه بلند و درجه پست ایمان را به ما معلوم کرده، بعد به واسطه حیا نیز علاهده تاکید کرده شدنش البته بیجیز نیست، چون که حیا این عجایب نمونه ایمانداری است. حیا انسان را به نیکی می فرماید و از بدی می گرداند. الها خداوند به هر یک بنده این خصلت حمیده را نصیب روزی گرداند. اکنون عزیزان، حیا چیست؟ حیا این کلمه عربی در لغت شرم کردن، خجالت شدن، خودداری کردن، از عیب و نقصانها، از بدیها خودش را نگه داشتن، ناموس کردن، نفسش را سرزنش کردن، این حیا گفته می شد. اکنون علماها حیا را با 4 قسم تقسیم کردند. اول از خداوند حیا کردن. از خداوند حیا کردن این چه خیل می شد؟ البته این فرموده های خداوند را در وقتش ادا کردن، در همه حالت، خواه تنها باشید خواه در جماعت باشید، از منکرات خودتان را نگاه داشتن. این البته از خداوند حیا کردن حساب می شود. بنده از خدا حیا نکند در دنیا و آخرت شقاوتمند می شود. عزیزان، خدا نگه دارد. دوم از ملائکه ها، یعنی از فرشته های خداوند حیا کردن. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم همچنان می فرماید که استعیذ بالله و ان علیکم لحافظون کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یعنی حال آن که در بالای شما هر یک گپتان را، هر یک کارتان را از یاد حفظ کننده فرشته ها هستند. آنها به نامه اعمال می نویسندگی ذات های بزرگند. آنها هر یک کارتان را می دانند. گفته خداوند مرحمت می کند. سوم، انسان باید از مردم، از آدما حیا کند. کسی که از آدما حیا نمی کند از خدا هم حیا نمی کند. از مردم حیا کردن این در همه حال جایهای عورتش را محکم پوشیدن، با مردم با زبانش با دستش آزار ندادن، دل مردم را نرنجاندن. خصوصا عزیزان، حاضر در بین جوانان عموی مدنیت گفتگی یک بلا پیدا شدگی. بچه ها یعنی جوان ها لباس های تنگ و تار نصفش دریدگی را پوشته گرفته، در گوش ناوشنیک ها موندگی، نه فهمی سلام علیک بمیرند، نه فهمی یک معاملات بمیروند. این البته عزیزان علامت بی‌حیایی است. چهارمش، انسان باید از نفس خودش حیا کند. این البته فضیلت و هیچ کس نمیدیدگی خلوت جایهاندم خودش را داشتنش، از کارهای ناجویه احتیاط کردنش لازم حساب می شود. اگر بنده یک کار ناجویه می کردگی شود باید از مردم حیا کند، چون که در روز قیامت گواه میشند انسان ها. بعد از فرشته ها حیا کند، چون که هر یک عملش را فرشته ها کتابت می کنند.
این اساسی از خداوند حیا کند، چونکه الله حق سبحانه و تعالی از هر یک فکری از خیالمان گذشتگی آگاه است. الله حق سبحانه و تعالی اخلاقمان را با حیای حقیقی مزین گرداند. والله اعلم بالصواب.